با نام خدای مهربان سلام. برنامه نوبت کتابخانه است و در مهمان امروزی ما هستند داریوش رجبیان. با برنامه خیلی خوش آمدید و خوشحال هستم که در برنامه کتابخانه شما رو می‌بینیم و تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. بگید که امروز چه حال و احوال دارید و حالتان چگونه است؟ بسیار خوبم، برای اینکه بعد سالها فکر کنم 5 سال و 7 ماه در زاد بومم هستم. بی‌اندازه خوشحال. اصلا میگویند که نفران رو به وطن خودشان خوش آمدید نمیگویند، ولی چون شما بعد 5 سال که اومدید خوش آمدید به تاجیکستان. از نگاه شما چه حالا و هوای دارد تاجیکستان امروز؟ اولین احساس که میتونم بیان بکنم این هست که شهر خودم رو دیگه نمیشناسم. یعنی مثلا دیروز میخواستم خانه خواهرم برم و مجبور بودم که در واقع از کسی کمک بگیرم، برای اینکه شهر به حدی تغییر کرده که کوچه خیابان ها اولا نام ها فقط عوض نشدن بلکه نمای خیابان هم کاملا عوض شده. در مواردی میشه گفت که زیباتر شدن، در مواردی به نظر میاد که بسیار به نحو قبیحی چهره شهر عوض شده. مثلا در مناطقی میشه اصلا دیگه افق دوشنبه رو ندید. ساختمان های بلندی که از دو طرف به مانند دیوار چین و شدن با کمک چین ساخته میشن افق شهر رو جلو چشم ما بستند. یعنی همین گونه تغییرات ها در ذهن آدم ها اگر با وجود بیاد، در ذهن ساکنان شهر، منظورم به طرف مثبت با وجود بیاد، مثبت با وجود بیاد، خوب است به فکر شما؟ و از چی چیز اندیشه تغییر میکنه در جامعه؟ مثل که یک شهر زیبا میشه، ساختمان ساخته میشه و تغییر میکنه. 100% فکر میکنم که تغییر و تحول همیشه خوبه، یعنی بدون استثناء هر تغییر که هست خوبه، برای اینکه اگر آدم به حالت ایستایی یا رکود برسه این آغاز مرگه. و مثلا آب، این آبی که اینجا داریم اگه اینجا بذاریم و بدون تحرک اینجا بمونه برای مدتی، مثلا بعد از مدت ها بیاد نگاه بکنید، این آب میشه مرداب. چرا؟ برای اینکه تحرک نداره. خب طبیعتا تغییر و تحول بسیار خوب است، ولی تغییری که من دارم میبینم در چهره شهر دوشنبه این روزها این هست که زبان پارسی، زبان ملی مردم تاجیکستان بسیار موقعیتش ضعیفتر شده و همون خانه‌های نوساختی که الان داشتم صحبتشو میکردم کنارش آگهی‌هایی که از همش به زبان روسی است و تصور بر این است که اکثریت باید روس باشن اینجا یا روسی زبان، در حالی که اینطور نیست. اکثریت روسی زبان نیستن و حتی زبان روسی رو شکسته بسته صحبت میکنن، ولی در هر صورت موقعیت زبان پارسی بسیار نازلتر، پایینتر هست نسبت به زبان روسی. اینقدر تلاش کردید برای زبان پارسی گفتید و نوشتید و بحث‌های زیاد هم داشتید و البته چند روزه که در شهر هستید زود مشاهده کردید که زبان فارسی از زبان فارسی خیلی با پایان رفته است و زبان روسی رشد میکند. چرا فکر میکنید که چنین شده یک بار؟ و جای اینکه مثلا تغییرات میکرد در این زمان، استقلالیت و پیشرفت میکرد، زبان قوی‌تر میشد، شما فکر میکنید چرا چنین شد؟ اصلی ترین عاملش چی است؟ به نظر من که این بایسته است، یعنی باید همینطور میشد، چرا که من پیشتر هم گفتم، یعنی سال 2011 که میشه 11 سال پیش، دقیقاً 7 اکتبر بود که زبان پارسی راه اندازی کردیم، گروه فیسبوک رو، و گفته بودم که اگر تاجیکستان به خط خودش برنگرده، به خط فارسی، رفته رفته این زبان از بین میره و طبیعتاً الان شاهد اون روند هستیم. چرا به ناچار بخاطر که یک زبان بسیار بزرگی هست زبان روسی، در برابر اون شما با یک زبان بزرگ مثل فارسی میتونید وایستید، نه با یک زبان فارسی مصنوعی شده، تصنعی، که در واقع خطش خط خودش نیست و از روان خودش جدا شده. برای اینکه من خط رو همیشه به روان اون زبان، به روح زبان مقایسه میکنم. اگر شما خط رو مثلا از زبان روسی بگیرید ازش هیچی باقی نمیمونه. با زبان فارسی به حدی قوی بود که حتی خط رو 2 بار ازش گرفتن همچنان تا حدی نیمه جان باقی مونده. ولی تنها راهش این هست که زبان فارسی به روح خودش، این روح خودش رو دوباره در قالب بدن خودش بپذیره. این تنها عاملش خط از بازگشتن به خط به فکر شما دیگه یگان راه دیگر وجود نداره نجات دادن این زبان. اصلا ابدا به هیچ وجه زبان فارسی در تاجیکستان نجات پیدا نخواهد کرد اگر به خط فارسی برنگرده. در برنامه کتابخانه قرار داریم، میگویند شما یک نفر روزنامه‌نگار موفق هستید در سطح بین‌المللی. این موفقیت شما از کجا سرچشمه میگیرد و چی بود که به اینجاها رسیدید؟ به اندیشه شخصی خودتان، یعنی کتاب و مطالعه نقش داشت در این زمینه موفقیت شما؟ واقعا مطمئن نیستم که به استعدادم برگرده، بیشتر به علاقه برمیگرده. علاقه بسیار شدید داشتم به روزنامه‌نگاری، به خصوص روزنامه‌نگاری بین المللی و به خصوص در بی بی سی. از بچگی، از 14-15 سالگی رادیو بی بی سی گوش میدم و آرزوم این بود که من بزرگ میشم، من کلان میشم، قهرمان نمیشم بلکه روزنامه‌نگار میشم و در بی بی سی کار میکنم. در بی بی سی در لندن کار میکنم و این اتفاق افتاد و
فکر میکنم صرفا به خاطر علاقه بود. کتاب‌هایی که نقش داشتن، من خب خیلی تلاش کردم که در تاجیکستان روزنامه‌نگار باشم. رفتم دانشگاه در تاجیکستان ولی موفق نشدم، اخراج شدم و رفتم به صدا و سیمای تاجیکستان، باز هم من رو از در راندن و من رو نپذیرفتن و بعداً فکر کردم خب طبیعتاً الان مثل اینکه توفیق اجباری بود، موفقیت اجباری، که رفتم سراغ BBC و اونجا پذیرفته شدم. اولین کتابی که درباره روزنامه‌نگاری خوندم فکر کنم اگر اشتباه نکنم یک کتابی بود که به قلم ابراهیم عثمانوف بود که اون زمان رئیس دانشکده روزنامه‌نگاری بودن، ژورنالیستیکا در دانشگاه دولتی تاجیکستان، اون زمان دولتی ملی نبود، و کتاب چی کی در کجا، و در واقع تصور بر این بود که روزنامه‌نگاری همین 3 سوال رو فقط دنبالش باید بگرده که کاملا طبیعی هست برای اینکه روزنامه‌نگاری شوروی فقط همین 3 سوال رو داشت و چرا رو نداشت، دنبال چرا نمیگشت. آره، دنبال چرایی نمیگشت برای اینکه چرا رو در مغز شما کاشته بودند از بالا، شما نباید سوال میکردید چرا، در اون حد بود. ولی خب طبیعتاً سوال‌های ایجاد میشد که من با آقای عثمانوف که اون زمان استاد من بودن، من بهشون میگم استاد نیمه راه من. چرا استاد نیمه راه؟ برای اینکه بعدش با لگد پرت کردم بیرون من رو از دانشگاه و میگفتم، یعنی در واقع در مورد همین کتاب بارها و بارها بین من و ایشون سوال‌ها شده و بحث‌ها شده و نتیجهش این شد که من از دانشگاه اخراج شدم. میگن به زبان آموزی بسیار علاقه دارید و چند زبان هم میدونید. این هم علاقه بود یا خواستی خانواده بود، چی بود؟ نه، کاملا علاقه بود و مثلا همین زبان انگلیسی رو که الان زبان کاری من هست بیشتر، اونطوری گفتم رفته بودم BBC، میخواستم اونجا کار بکنم، گفتن که قرار که رئیس BBC بیاد تا 3 ماه دیگر، ولی متأسفانه تو آلمانی بلدی انگلیسی بلد نیست. من گفتم که اشکال نداره، 3 ماه دیگه برمیگردم و بعد از 3 ماه برگشتم صرفاً به خاطر علاقه. انگلیسی در حدی بود که تونستم با رئیس BBC صحبت بکنم و ایشون منو استخدام بکنه. یعنی خیلی زود یاد گرفته زبان رو؟ بله، زود، از اون لحاظ که بازم میگم علاقه بسیار شدید بود، بسیار دوست داشتم که این اتفاق بیفته و یک شانس، یک فرصت غنیمتی بود که نباید از دست میدادم و 3 ماه فقط فرصت داشتم. در طول این 3 ماه فضای کاملا انگلیسی در خونه ایجاد کرده بودم. خوشبختانه برادر من انگلیسی بلد بودن، با ایشون صحبت میکردم، با کسی دیگه هم صحبت نمیکردم در اون روزها و مجله و روزنامه هایی داشتن به زبان انگلیسی که میخوندم. هیچم بلد نبودم، در واقع یک فرهنگ یا دیکشنری دستم بود که در واقع این واژه ها رو پیاده میکردم و تک تک این واژه ها رو یاد میگرفتم. هیچ فیلمی جز فیلم های انگلیسی تماشا نمیکردم، یک فضای کاملا به تمام انگلیسی. اگر رادیو گوش میدادم BBC انگلیسی و Voice of America یا صدای آمریکا بود و طوری شد که در واقع بعد از 3 ماه میتونستم دست کم مثلا اظهار نظر بکنم درباره اینکه چرا میخواهم در BBC کار بکنم. از ژورنالیست که یادآور شدید و بحثی هم با استاد ابراهیم عثمانوف اینجا مطرح کردید، از نگاه شما استاد شما هم هستن؟ ما هم درس دادن در دانشگاه. عدالت و موقع یک ژورنالیست برای رعایت اون در یک جامعه از نظر شما چی است؟ اگر امروز بگیریم عدالت و موقع یک ژورنالیست در یک جامعه مثل جامعه تاجیکستان اگر بگیریم از نگاه شما که از دور میستید به این با ما می‌نگرید چی است؟ خب طبیعتا جامعه تاجیکستان هرگز من از خودم دور ندیدم، بلکه منظورم از دورتر نظر از بیرون. بله. خب عدالت به نظر من و موقعیت ژورنالیست یا روزنامه‌نگار در تاجیکستان این هست که روزنامه‌نگار نمیتونه جز حرف، یعنی در گذشته به روزنامه‌نگار، این واژه روزنامه‌نگار نسبتاً تازه است، در گذشته در بخارا میگفتن واقعه نگار و واقعه نگار یعنی چه کسی هست؟ کسی که وقایع رو اونطور که هست بیان میکنه. خب طبیعتاً وقایع اونطور که هست بیان میشه، در اون صورت عدالت را هم میشه در لابلای اون صحبت‌های یک روزنامه‌نگار پیدا کرد. خوشبختانه ما داشتیم در تاجیکستان روزنامه‌نگار بسیار زیادی که این در واقع میشه گفت مسئولیت و رسالت بسیار سنگین رو روی دوش خودشون خیلی قشنگ حمل کردن، انجام دادن. ولی امروزه متاسفانه این حالت خب طبیعی هست، همگان میدونن و این حرف تازه نیست که تا حد زیادی پایمال شده. موقعیت روزنامه‌نگار، عدالت، دادگری و دادگستری در تاجیکستان به شدت پایمال شده و روزنامه‌نگاران که حتی در گذشته تلاش میکردن که مسائل سیاسی رو مطرح نکنن که از گزند روزگار در امان باشند، حتی اونها هم یعنی مثلا دنبال مسائل اجتماعی میرفتن. گروه ما میگن که نه همه واقعیت رو باید گفت، به خاطر ساختن یک جامعه، به خاطر آینده یک جامعه. یا شما فکر میکنید که در ژورنالیستیک دنیا که اون کشورها پیشرفته هستن همیشه واقعیت رو میگن، یعنی از هیچ واقعیت صرف نظر نمیکنن و آنچه که اونها میگن همش واقعیت است؟
اصلا مسئولیت روزنامه‌نگار این هست که واقعیت‌ها رو بگه، چه خوب چه بد. مثلا در مورد یک نمونهش اگه بیارم، در مورد جنگ مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان، اگر تاجیکستان واقعا قرقیزستان رو تحریک کرده بود، این رو با وجود اینکه من خودم تاجیک هستم حتما میگفتم. واقعیت باید گفته بشه، ولی واقعیت این هست که اینطور نبود، درست برعکس بود. خب در اون صورت باید اونطور که هست بیان بشه، مگر اینکه غیر اون و خلاف اون ثابت بشه. یعنی چرا باید واقعیت گفته بشه؟ اگر واقعیت ها رو آدم ندونه و نتونه اون رو بیان بکنه، هیچ موقع راه پیشرفتی وجود نداره برای تغییر واقعیت ها. واقعیت چرا بیان میشن؟ برای اینکه ما پیشرفت بکنیم، و برای پیشرفت طبیعتاً شما باید که واقعیت رو اولاً بشناسید، اون رو به درستی بتونید بیان بکنید. مثل اینکه مثلا یک ضرب المثل بسیار به نظر من نادرستی هست بین ما تاجیکان که میگیم سر کفیده تگ تاقی، به نظر من کاملا غلطه. یعنی در واقع سر کفیده رو باید درمان کرد، اون رو زیر کلاه نباید پنهان کرد. و به همین دلیل فکر میکنم که روزنامه‌نگار کسی است که اون تاقی رو از سر برمی‌داره و اون زخم سر رو باید دوا بکنه. یعنی واقعیت‌هایی هم که اگر با دنبالش پرخاشگری باشه و نمیدونم یک حالت‌های بد باشه، مثلا میدونیم همین کار واقعیت است. با ما بسیار میگن این گپا، مثلا چی از سیاستمدار چون از که نظریه پردازان میگن درست است که همین واقعیت است، ولی واقعیتی کوچک است. این میتونه بعداً مشکلی بزرگتر دنبالش بیاره. صرف نظر کنید از این واقعیت، یا شما میگید نه از هیچ واقعیتی نباید صرف نظر کنید؟ اگه صرف نظر بکنید، به نظر من اون واقعیتی که میگیم که میتونه مضر باشه برای ملت، اون میتونه بزرگتر بشه، 100% بزرگتر میشه. واقعیت ها همونطور گفتم برای که رسیدگی بشه به اون مشکل باید که برملا بشه، برای که ما بدونیم. مثلا تصور کنید یک بیمار تا زمانی که نپذیره و اعتراف نکنه که اون بیماری رو داره، مثلا الکلی، میگن که اولین چیزی که شما باید اعتراف بکنید این هست که بگید که من یک الکلی هستم. این واقعیت رو که شکننده است، آزاردهنده است، این رو باید بپذیرید تا اون درمان بشه. تا اون لحظه هیچ موقع شما نمیتونید به اون رسیدگی بکنید. اگه واقعیت رو گفته نشه، چگونه میشه اون رو بهش رسیدگی کرد؟ شما وقتی که از همون رسانه‌های بین‌المللی مثل BBC، آزادی یا جای دیگر معلومات میگیرین، همیشه مغرضانه است و همیشه طرفی رو دنبال میکنه و هدفمندانه است. مثلا همین اخبارش و خبرش و گزارشش یا گفتگوش هر چی که میکند همیشه از موقع قدرت است و همه خود همون قدرت حفظ شود. شما که در جیگری به اصطلاح تاجیکی در جیگری این رسانه‌ها کار میکنید یا فعالیت میکنید و دوستان زیاد هم شاید دارید در اونجا و میبینید مواد روز پیگیری میکنید، همین گفته تا کجا واقعیت داره؟ یا واقعیتی 50% یا 100% یا نه؟ اون روزنامه بین‌المللی به اصطلاح روزنامه پیشرفته غرب همیشه واقعیت رو میگه و منافع همه رو بیان و بعد میگیره. اگه واقعیت بیان بشه، در واقع واقعیت سوای این که چه کسی منفعت داره یا نداره باید بیان بشه. همونطور که مثلا نمونه قرقیزستان تاجیکستان آوردم که طبیعتا من دوستم که تاجیکستان در این مورد برحق باشه، ولی واقعیت اگر طور دیگر باشه باید بیان بشه. ولی در ژورنالیسم بین‌المللی که به نظر من پیشاهنگش BBC هست که نخستین رسانه‌ای هست که در واقع برای اخلاق ژورنالیستی و نحوی رفتار و کار روزنامه‌نگاری یک دفتر راهنمون‌ها یا بهش میگن گایدلاینز به اصطلاح انگلیسی، در واقع راهنمون‌ها که ساخته BBC هست و بر مبنای اون شما در واقع پیش از همه باید که انصاف داشته باشید، واقعیت ها اونطور که هست دقیق بیان بکنید و هیچ موقع به هیچ وجه تحت تاثیر هیچ نیرویی نباشید، اظهار نظر شخصی نکنید در پوشش واقعیت ها و حتما هر دو طرف یا حتی هر چند طرفی که در اون دعوا هست همه رو پوشش بدید و اینها در واقع من فکر می‌کنم تا حد بسیار زیادی عمل میکنه و خوشبختانه این سیاست‌های روزنامه‌نگاری BBC خیلی اشاعه پیدا، گسترش پیدا کرده و حتی در رسانه‌های دیگر هم میشه این رو دید که بی عیب هست. یک رسانه حتی BBC طبیعی هست، هیچ چیزی کامل نیست. طبیعتا در BBC هم مشکلاتی وجود داره، ولی خوشبختانه اونجا این اراده وجود داره برای تغییر و تحول و اینکه خودشون رو بهتر بکنن و از اون لحاظ فکر میکنم که موفق بوده. سلام داشت، میخوام از بحث های تخصصی ژورنالیستی بیایم به بحث این طرف، یعنی کتاب و کتابخانه مطالعه. به نظر شما همین روشنفکری یا روشنگرایی در همه جا یک تعریف دارد؟ مثلا اون تعریفی که ما در تاجیکستان مثال زیایی میگیم روشنفکر میگیم یک چارچوبایی را خالیم، یا که در غرب به اندیشه شما چی هست همین روشنفکر بودن؟ یک انسان میگن مثلا میگن داروش روشنفکر است یا فلانی نفر روشنفکر است. شما اگر بخواید برای یک کس همین رو همین اصطلاح استفاده کنید چی چیزا باید داشته باشد اون نفر اون افراد؟
فکر می‌کنم روشن فکری در هر جامعه تعریف خودش رو داره و همینطور که خود اون واژه در زبان‌های مختلف به گونه‌های مختلف تعبیر شده، مثلا روشن فکری که میگن در گذشته منورالفکر میگفتن به زبان فارسی که از اون این ترجمه فارسی همون اصطلاح هست و بعدش هم ضیایی هم که میگن بازم از روشنایی میاد، این کسی که یک جامعه تاریک رو روشن میکنه که به نظرم اصطلاح بسیار زیباتر هست نسبت به intellectual که به زبان انگلیسی هست و همینطور به زبانهای لاتین بنیاد که در واقع بیشتر از هوش میاد. خب هوش رو همگان دارن، اینتלקت رو همگان دارن، ولی همه آدمای هوشمند و هوشیار قادر نیستن روشن فکر باشن. روشن فکر در تاجیکستان به نظر کسی هست که این واقعیت‌های امروز رو درک بکنه و تلاش بکنه که اون رو تغییر بده به نحو مثبت، یعنی به سمت مثبت سوق بده. ولی در جوامع غربی روشن فکر کسی هست که این واقعیت‌ها رو درک بکنه و اون رو بتونه تبیین بکنه به گونه‌ای که این در واقع اونجا نیاز به تحول طبیعتاً همه جا وجود داره ولی نه به اندازه‌ای که الان در جامعه ما همچین نیازی احساس میشه. چرا؟ بخاطر که ما طبیعتاً اگر خودمون رو مقایسه بکنیم با جامعه غربی احساس میکنیم که ما خیلی 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 عقب هستیم و برای روشن فکر بودن در تاجیکستان باید در کشورهای ما، فقط تاجیکستان نه، کلا در منطقه آسیای میانه و خاورمیانه باید از شجاعت و دلیری فوق‌العاده برخوردار باشید و کار سختیه که از هر کسی بر نمیاد، در حالی که در غرب اینطور نیست. یعنی هیچ شجاعتی نمیخواد، صرفا هوش میخواد، هوش و هوشمندی. اینجا هم هوشیاری میخواد و هم هوشمندی و هم دانش و هم شجاعت پیش از همه. اگر قیاس کنیم وضع مطالعه و کتابخوانی رو با جامعه خودمان و با جامعه غرب، چی تفاوتی بین ما و بین این جامعه ها وجود داره؟ من همین دیروز به پریروز در واقع به عالم کتاب سر زدم که نزدیک اینجاست و به محض اینکه وارد شدم دیدم که روبروی من تمام کتاب‌ها بدون استثنا به زبان ملت نیست. یعنی کتاب‌هایی که برای کودکان به خصوص هست همش به زبان روسی است. این در واقع تفاوت بسیار عظیمش اینه. هر کشور دیگر که من رفتم، چه در آسیای میانه چه در غرب که اصلا جای بحث نداره، همش به زبان اون کشور اولش، یعنی به مزگ از درآمد میشه. ولی اینجا درست برعکسه. بعدش رفتم گشتم تا در یک گوشی از اون کتاب‌هایی رو بسیار انگشت شمار پیدا کردم که بیشترش مثلا مثنوی معنوی بود و شاهنامه بود و اینها. دنبال کتاب تازه میگشتم و پیدا نمیشد. این در واقع یکی از مشکلات اصلی اینجا این هست که هم بحران در کتاب نویسیه و هم در کتابخوانی. موقع کتاب نوشته نشه طبیعتا کتاب خونده نمیشه و باز هم من فکر میکنم که ریشه این همه برمیگرده به زبان، برای اینکه زبان به حدی افت کرده که دیگه احتمالاً به اون زبان کتاب کمتر چاپ میشه و کتابخوان هم کمتر پیدا میشه. چرا که در این کرسی نشستن و در این استادان بودن، بزرگان بودن، میگن اگر انسان بخواد خوندن فرق نمیکنه با چی زبانی. شما با اونها چی فکر و چی نظر دارید؟ میگه که انسان اگر خواهد بخواند دانش بیاموزد برای اون خط و زبان مهم نیست، میتواند بخواند، ولی اگر که نخواند نه خط براش کمک میکنه نه زبان. یا شما نظر دیگر دارید بین ما؟ درسته، به شرط اینکه خشت اول رو معمار گذاشته باشه. اگه خشت اول، که منظورم خشت اول زبان مادریشه، گذاشته نشده باشه، مطمئن باشه که اون نه روسی رو درست یاد میگیره نه هیچ زبان دیگر رو. یعنی بر مبنای اون خشت اول هست که خشت‌های دیگر گذاشته میشن. اگر زبان مادریشو بلد نباشه مطمئن باشه که همون روسی رو هم به حد اعلی هرگز فرا نخواهد گرفت. و به همین دلیلم فکر میکنم که اون الف تا الف نگید به ب نمیرسید. الف باید گفته بشه و اون زبان مادری است که به اون باید پرداخته بشه تا بعداً انتظار داشته باشیم که به هر زبان دیگر بخونه. یا بعضیا استدلال میکنن میگن که مثلا دانشمندان تاجیک شوروی کتاب‌های بسیار زیاد نوشتن، ولی به چه زبانی نوشتن؟ به زبان روسی. خب طبیعتاً روس‌ها اونها رو همه رو مال خودشون میدونن. به معنی مثلا دانشمندان گذشته ما که به زبان عربی می‌نوشتن، عرب‌ها الان اونها رو مال خودشون میدونن. تمام آثار اونها رو جزء گنجینه فرهنگی و ادبی خودشون میدونن و به حق هم همینطور هست. و با وجود اینکه ما هم میتونیم بگیم که اون اصالتا تاجیک بودن، ولی عرب‌ها هم حق دارن برای اینکه به زبان عربی نوشته شده و همینطور روس‌ها در مورد کتاب‌های ما. و اون وقت زبان ما چی میشه؟ به زبان ما چه کار کردند؟ این امروز اگر یک نفری که در انگلیس، امریکا یا روسیه تاجیک باشد با اون زبان رو ایجاد کنه، شما فکر میکنید که اون مالی فرهنگی اون کشوری حساب میشه؟ اون نمیشه اون افتخار کرد، نمیشه اون رو گفت تاجیک میشه. من گفتم که هر دو تا در واقع هم این و هم اون، یعنی اونها هم میتونن که ما صرفا به خاطر خون و نژادش داریم میگیم که اون متعلق به ماست،
و اونها به خاطر تولیدات ذهنیش میتونن بگن که مال ماست و هر دو تا هم درست میگن. من بسیار بسیار آرزومند پیشرفت کشورم هستم و فکر میکنم که تنها در حالتی اتفاق میفته که ما به اون نیاز اولیه رسیدگی بکنیم. فردا البته ما میتونیم مثلا به یک زبان مثلا میگم اگر فقط پیشرفت رو بخوایم کل ملت رو میشه روسی زبان کرد، در اون صورت میتونن پیشرفت بکنن که در اون صورت خب از تاجیک دیگر چیزی باقی نمیمونه. به اون دلیلم اگر میخوایم که زبان ما یعنی تاجیکیت ما، ملیت ما حفظ بشه، طبیعتا به این زبان باید که توجه بیشتر مبذول بشه، داده بشه و به این دلیلم نه هرگز خسته نشدم، کارم رو ادامه میدم و خوشبختانه این گروه زبان فارسی همچنان فعال هست، البته به اندازه سابق نیست. یکی از ترسایی که نفرانی که مخالف بازگشتن به خط فارسی هستند این است که میگویند ما شاید با سالها عقب میمونیم و از جهان کنده میشیم و شاید این خط کمی مشکلی باشد مردم دیرتر یاد بگیرن. شما به چی نظر است؟ یعنی تاجیکستان و ذهن مردم ما قدرت و توان داره که ما در فرصت کوتاه به این خط برگردیم؟ من برای چی حساب میکنید؟ من حتی برای اونهایی که خیلی ترس دارن، نگران هستن، حتی پیشنهاد کردم، یک پیشنهادی داشتم برای اینکه یک برنامه 10 ساله که در 10 سال این اتفاق بیفته و همزمان 2 خطی باشه. این در واقع نسل جدیدی که 10 سال در مدرسه میخونه هر دو تا خط رو فرا بگیرن و رفته رفته گذار به سمت خط فارسی باشه، خط خودمون باشه و این شدنی نیست. این در واقع من فکر نمی‌کنم که چیز خیلی سختی باشه 32 تا علامت رو یاد گرفت. صحبت از تغییر زبان نیست، بلکه صحبت از بازگشت به خط خودی است و 32 تا حرفی که فوق‌العاده آسونه و در عرض چند ماه میشه فرا گرفت. ولی ما فکر می‌کنیم مثلا اگر که یک برنامه 10 ساله باشه، شاید آدم‌هایی که نگران هستن و میترسن از این موضوع نگرانشون برطرف بشه که همزمان در واقع این دو تا خط رو داشته باشیم و فکر نمی‌کنم که کسی باشه که در برابر این استدلال بیسته و بگه که این شدنی نیست. 100% برای جامعه‌ای که فارسی زبان هست شدنی است. چرا؟ بخاطر که این سود بسیار بسیار بزرگ و گزافی داره برای تاجیکستان که اگر مقایسه بکنیم کتاب‌هایی رو که به زبان فارسی به خط فارسی منتشر میشه و با کتاب‌هایی که در تاجیکستان به خط پیریلیک منتشر میشه قابل مقایسه نیست. احتمالاً 1% هم نمیشه. وقتی که روسیه با اوکراین حمله کرد شما یک موقع خیلی شدید گرفتید و همیشه اخبار روز اونجا منتشر میکردید و معمولاً از پیشرفت اوکراین هم بسیار خوشحال میشدید. به چه دلیلی؟ برای اینکه به منابع فارسی زبان بسیار کم بودن در مورد اوکراین و من به خط فارسی و به زبان فارسی پوشش میدادم برای همگان، نه تنها برای خودمون بلکه برای تمام فارسی زبان هایی که از جای مختلف اون رو دنبال میکردن و خیلی هم از من تشکر کردم بابت این کار. ولی واقعیت اینه که جنگ روسیه و اوکراین نه تنها برای من بلکه برای کل جهان مهمه، اهمیتش حیاتی است برای تمام جهان. الان میبینیم که صحبت تهدیدهایی میشه در مورد اینکه شاید از بمب هسته استفاده بشه، از این حرفا که این سرنوشت کل جهان رو عوض میکنه و این بسیار بسیار حیاتی و سرنوشت ساز است برای ما، برای تاجیکستان به خصوص، برای کشورهایی که در گذشته جزء مستعمرات روسیه بودن. اینها رو من مستعمره یا همون کالونی میدونم که در واقع اینها میتونن دوباره برگردن زیر یوغ روسیه. همین الان هم البته خیلی هم از دستش راحت نشدیم در تاجیکستان، ولی در صورت تاجیکستان میتونه ببلعه به همون شکلی که الان اوکراین رو داره اندک اشغال میکنه که مطمئنم موفق نخواهد شد و اگر موفق بشه نوبت بعدی میشه خب آسیا میانه که خیلی مشکل نیست، اون رو در آخر بهش میپردازه. بعدش میره سراغ مثلا کشورهای بالتیک. استونی رو از همین حالا پوتین اشاره میکنه که فلان شهر در استونی مال ما بود در گذشته. خب اینا یا مولداوی نمیدونم و گرجستان رو میدونیم که چه بلایی به سرش آورد. یعنی این عیناً همون حالتی رو داره که زمان هیتلر در دهه 1930 مشاهده می‌کردیم که اول مثلا به بهانه اینکه اتریشی ها هم آلمانی هستن، آلمانی زبان هستن، رفت اونجا رو اشغال کرد و همینطور شروع شد. عین همون استدلال رو پوتین میکنه که اینها روسی زبان هستن، میره اون اشغال و بعدش میره جلوتر و این میشه جنگ جهانی سوم. چی باید کرد یا چیکار کنیم که همین نسل جوانی تاجیک، نسل ما همین چیزها رو شناسد که مثلا اینش استبدادگر است، اینش زورگو است، استقلال فکری در ذهنش با وجود بیاد، آگاهیش بالا برود، از چه طریقی میشود که همین نسل بیدار کرد؟ ولی ما میبینیم که نسل ما هنوز به همین پوتین و روسیه و مثلا اینا افتخار میکنن. خب ما با این کار نداریم که نظر هر کس هر خیل است، ولی دانش‌های واقعی منظوری من اون که از گذشتهش افتخار داشته باشد، افتخار کند که مثلا تاجیک است، زبانش فارسی است و نمیدونم از گذشتهش افتخار داشته باشد. چی کار کنه به نظر شما؟ رسانه‌ها در واقع یعنی مردم تاجیکستان زیر یوغ رسانه‌های روسیه هستن و مهمترین کار اینه که از اون
راحت بشن، رها بشن. این کاری است که مثلا گرجستان انجام داده. چرا اونجا فکر ملی دارن و به نحو دیگر فکر میکنن؟ برای اینکه همه چیز به گرجیه و در واقع واقعیت ها رو اونطور که دلشون میخواد نگاه میکنن یا اونطور که فکر میکنن که نزدیکتر به انصاف هست نگاه میکنن. و الان چیزی که ما داریم میبینیم از روزنی روسیه است. یعنی واقعا تلویزیون که روشن میکنید خب طبیعتا چیزهایی که به روسی میگن در رسانه‌های تاجیکستان هم تکرار میشه به خاطر وابستگی سیاسی. ولی اگر رسانه ها رو عوض بکنن و رسانه ها ملی بشن و واقعیت ها اونطور که هست بیان بکنن، مثلا در مورد روسیه و اوکراین یک چیز کاملا روشنه، این واقعا سیاه‌سفیده، این چیز رنگین کمانی نیست بلکه کاملا روشنه. یک کشور به کشور دیگر تجاوز کرده، مگر غیر از اینه؟ مگر اوکراین حمله کرده به روسیه؟ نه. کی حمله کرد؟ روسیه حمله کرد. پس شما چطور میتونی بگی که اوکراین اینجا گناهکاره یا نمیدونم؟ روسیه طبیعتا یک کشور متجاوز است، تجاوزگره. ولی رسانه‌های تاجیکستان این رو نمیتونن بگن به خاطر دلایل سیاسی و رسانه‌های روسیه هم که طبیعتا دستگاه پروپاگاندا هستن و نه روزنامه‌نگاری. اونا هیچ ربطی به ژورنالیسم ندارن. اونا پروپاگاندیستند، تبلیغاتگر، مبلغ. و به همین دلیل هم اگر از یوغ رسانه‌های روسی ما مردم تاجیکستان راحت بشیم، در واقع خلاص بشیم، رها بشیم، در اون صورت میشه این احتمال رو داد که جوانان تاجیکستان میتونن به عنوان یک تاجیک فکر بکنن، نه یک فردی که تحت ستم روسی است. کتابخوانی رو ما چگونه تبلیغ کنیم میان جوانان؟ طبیعتا واقعیت‌های روزگار بیشتر میتونن مبلغ کتاب خوندن یا نخوندن باشن. موقعی که میبینیم که یک دانشمندی که شاید مثلا 30-40 سال درس خونده به هیچ جا نرسیده، در یک به اصطلاح رایج در اینجا در کیبیتکا زندگی میکنه، در یک کلبه بسیار محقر زندگی میکنه و میبینیم که کسی که اصلا هیچی نخونده، هیچ دانش هم نداره، بسیار پوکم هست ولی زندگیش خیلی خیلی مجلل هست، طبیعتا هیچ کس دنبال کتاب و کتاب خوندن نمیره. چه کسی الان از میان جوانان تاجیکستان دوست داره که شیمیدان بشه؟ به نظر من بسیار اندک. چه کسی دوست داره که بیزنسمن بشه؟ همگان. چرا؟ برای اینکه این یکی پول داره اون یکی نداره و به دانش اینجا رسیدگی نمیشه، به دانشمند رسیدگی نمیشه و به همین دلیل هم کتابخوانی رواج نداره. این اواخر ما گفتن زبان شما زبان تاجیکی است دیگه، یعنی فارسی چون ملت که تاجیک است باید زبان هم تاجیک باشد. خب این بسیار استدلال ابلهانه است. معذرت میخوام بخوام که به آدمایی که این رو میگن نمیدونن که مثلا 54 کشور جهان زبانشون انگلیسی هست ولی هیچ کدوم از اونها خودشون انگلیسی نمیدونن به جز ملت انگلیس. آمریکایی ها که بزرگترین ابرقدرت جهان هستن به خودشون انگلیسی نمیگن ولی زبانشون رو آمریکایی هم خطاب نمیکنن، زبانشون انگلیسی هست. ما میدونیم که 22 کشور جهان زبان رسمیشون عربی هست ولی همه اونها خودشون عرب نمیدونن. مثلا به مصری عرب بگید احتمال یک چکی بزنید تو صورتتون، بخاطر اینکه خیلی بهشون برمیخوره که شما تمدن مصری اونها رو نادیده بگیرید و تاریخ گذشته. حتما باید مصری بگید ولی زبان میگه عربیه. خب با این استدلال که ما تاجیک هستیم، این بسیار این حرف خیلی قومگرایانه هست اولا و ثانیاً بسیار شوروی هست، شوروی گرایانه، بلکه شوروی بود که اینجوری تقسیم میکرد. الان دیگه از شوروی چیزی نمونده. و ثانیاً تمام بزرگان ما که ما باشون افتخار میکنیم، مثلا ما که ما میگیم زبان تاجیکی هست، شما اصلا حق ندارید به اینکه رودکی مال شماست. رودکی هرگز زبان خودش تاجیکی ندونسته، فردوسی هرگز نگفته که زبانش تاجیکی است. در این صورت شما به هیچ کسی، حتی به لایق شیر علی که زبان خودش رو فارسی میدونست و تاکید می‌کرد زبان فارسی هست، هم حق ندارید. در اون صورت واقعا تاجیک ها باید که تاریخ خودشون رو از همین 1992 شروع بکنن که اینقدر تاکید دارن، برای اینکه تا 93 اتفاقا تا سال 93 حتی در قانون ما زبان شده بود تاجیکی فارسی. ما یک نسل بودید که در سرگه بیداری‌های ملی قرار داشتید و خیلی با یک انرژی قوی آمدید و نفران زیاد هم بودید، ولی رفته این انرژی آهسته آهسته خاموش شد، شما موندید و شاید چند نفر دیگر. فکر میکنید چرا همون فکری عمومی، گفتگوی عمومی، دیالوگ عمومی در جامعه شکل نگرفت و جامعه چند دستگی ها، من نمیگم اختلافی نظر، چند دستگی ها وجود دارد، چی در سیاست، چی در زبان، چی در فرهنگ، حتی چی در دین، در همه سمت‌ها ما چند دسته شده یعنی رفتیم. چرا چنین اتفاقی برای این ملت رخ داد و به خواست‌های اصلیتون که در اون اول بود نرسیدید؟ اصلا چند دستگی خیلی خوبه، یعنی اگر به معنی تنوع افکار باشه. منظورم که این چند دستگی جای نیاورد ما رو. درست داره و بجام نمیخوام فروتنی بکنم بگم که نه نسل ما اینجوری نبود، دقیقاً همینطور بود. نسل ما واقعاً فرق می‌کرد با توجه به واقعیت‌های امروز. میتونم بگم که یک نسل استثنایی بود به دلیل اینکه دوره نوجوانی ما مصادف شد با دوره پرسترویکا، بازسازی و گلاسنوست، آشکارگویی که گورباچوف خدا بیامرزدش بسیار دوستش دارم که باعث شد که ما استقلال پیدا بکنیم. اون در واقع راه انداخته بود و
فکر ما به گونه دیگر بود که برای ما رو رها کرده بودن که به گونه‌ای که دلمون میخواد فکر بود و طبیعتاً تفکر ما طرز اندیشیدن ما ملی شده بود و دنبال ارزش‌های ملی بودیم. می‌خواستیم تاجیک باشیم تا اینکه شوروی باشیم و تلاش می‌کردیم که استقلال ما واقعی باشه، ولی متأسفانه سرکوب شد به دلیل جنگی که راه انداختند و طبیعتاً دست کشورهای خارجی در اون جنگ بود. من خیلی هم اون رو جنگ داخلی نمی‌دونم، تا حد زیادی جنگ بین‌المللی بود که به دست بهش میگن پراکسی وار یا در واقع جنگ نیابتی که روسیه و ایران و ازبکستان و اینا همگان درش دخیل بودن. و بعد از اون جنگ در واقع سیاستی که متاسفانه حاکم شد، سیطره پیدا کرد بر تاجیکستان، سیاست روسیه بود و روسیه تمام تلاشش رو کرد که تاجیک‌ها دیگر دوباره سربلند نکنن و عنوان یعنی نیازهای ملی تاجیکان مطرح نشه و همون چیزی که در حالت مثلا شوروی بود حد اکثر همون رو حفظ بکنن. برنامه رو با انجام میرسونیم. این 3 کامره برنامه در اختیار شماست. ما از هر مهمون میخوایم که برای بیننده برنامه کتابخانه یگان پیام دارن، اندیشه دارن، برای جامعه یگان فکر دارن، بگید صحبتتان خلاصه کنید و برنامه را به انجام برسونید. مخصوصا در شرایطی که این صحبت دایر می شود، امسال وضعیت جهان و منطقه خیلی در یک حالت تیزتونجوی است و انتخاب جوانان ما برای هجرت و مهاجرت و آموختن دانش خود به یک انزوا قرار گرفته است و شما به عنوان یک نفر کم تجربه زندگیتون اجازه میده که این سخن بگید، هم فعالیت کاریتون و هم شناخت که اصلا دارید اجازه میده که یک سخن گفته باشید برای این جوانان. خب بگید سپس صحبت به انجام برسونید. چیزی که من واقعا آرزومندم که همگان بینندگان و مخاطبان برنامه شما داشته باشن این هست که قدرت تحلیل منطقی رویدادها رو داشته باشن، علت و معلول رو خوب بشناسن. معلول چیزی هست که از اون علت برمیاد. هم که چیزی که نیاز دارن این قدرت تحلیل منطقی هست که به چه دلیلی ما در این حالت قرار داریم و در اون صورت میشه انتظار تحول و تغییر رو داشت. تشکر زیاد. این برنامه کتابخوان بود. در صحبت با ما بودن داریوش رجبیان. خداحافظتون تا برنامه آینده.